اسم سرطان که میاد همه رو میترسونه، که البته طبیعی هم هست این نگرانی. ولی خیلی وقتا من خودم حتی بهتون بگم زمانی که اکسترن بودم توی ایران، خب ما توی بیمارستان امام رضا، بیمارستان قائم توی مشهد میگذروندیم روتیشنامونو. خب بدترین کیسای مثلا خراسان رو داشتیم میدیدیم. بعد من همیشه تصور خودم این بود زمانی که اکسترن بودم که سرطان یعنی مردن، یعنی اینجوری هم که همه میمیرن. بعد که وارد حالا رزیدنسی و تخصص شدم و روتیشنال گذروندم، دیدم چه همه آدمایی هن که سالها پیش سرطان داشتن، درمان شده، خوب شدن، زندگی عادی دارن. یعنی خیلی از آدم ها اسم سرطان رو که میشنون فکر میکنن که دیگه دنیاشون تموم شده و زندگیشون تموم شده و خیلی وقتا گیر میرن، اصلا مراجعه میکنن، فکر میکنن که اصلا درمانی وجود نداره، در حالی که خیلی از سرطان ها در حال حاضر درمان میشن توی کلا دنیا. حالا توی کشورهای پیشرفته کلا واقعا از اون دسته بیماریایی هست که پیشرفتاش خیلی متفاوته با کشور در حال توسعه، ولی در کل ما سرطانای خیلی زیادی داریم. اصلا بیشتر سرطانا رو گلمون و هدفمون درمان کردنش هست، خیلی بستگی به اون مرحله یا استیج بیماری داره. واسه این بزرگترین اشتباهی که واقعا خیلی‌ها میکنن این که دنبال درمان نمیرن واسه سرطان. و من توصیه میکنم هر کسی که یعنی توده مشکوکی داره یا هر اصلا تشخیص سرطان گذاشته شده واسش، سریع بره پیش پزشک تا ببینه اصلا قابل درمان هست یا نه. و اگر قابل درمان باشه، پزشک معمولا خیلی صادقانه با مریضش صحبت میکنه و اگر احساس کنه که دیگه درمان واقعا دلیلی نداره و توجیه نداره، خب آفر نمیده، یعنی توصیهش نمیکنه به مریض. ولی وقتی توصیه میشه، خب بهتره که بگذرونن اون مسیر رو. دقیقا اینو من بارها شنیدم، مثلا از گوشه کنار که میگن اگر کسی مبتلا شد به سرطان بهتره که شیمی درمانی نکنه، یعنی همون با حالت بهتری در واقع بمیره. ولی خب این یه بخشی از درمانه، چرا باید اون فرد در واقع ازش بگذره؟ حالا شما اینو درسته، دقیقا در رابطه با مثلا معمولا با جراحی خیلی بیشتر مریضا مشکلی ندارن، یعنی حاضرن که جراحی بشه که خب درست هم هست. ولی در رابطه با شیمی درمانی، چون خب خیلی عوارض بدش رو دیدن یا خیلی بیماره، شاید بیماره دیگه ای رو دیدن که خوب نبوده حالشون، خیلی مشکل دارن که شیمی درمانی انجام بشه. چیزی که کلا باید ما به همه مریضامون میگیم، اولا اینکه واقعا سرطان با سرطان فرق میکنه. یعنی ما سرطانایی داریم که خب خیلی اگریسیون، خیلی بدفیمن، ولی سرطانایی داریم که با یه دوره کوتاه شیمی درمانی خب مریض به خودش کمک میکنه و در واقع نجات پیدا میکنه. واسه همین اصلا اینکه شما خودتون رو با یک کس دیگه‌ای که سرطان داشته مقایسه کنی، خیلی کار اشتباهی هست. حتی مثلا توی یک نوع سرطان، یعنی مال یک ارگان هم باز خیلی انواع مختلف وجود داره سرطان ها. واسه همین توصیه میشه که اصلا خودتون رو با بقیه مقایسه نکنین، چون خیلی خیلی با هم دیگه متفاوته هر مریض با مریض دیگه. و وقتی که توی مراحل اولیه بیماری هست، توی در واقع ما استیج بندی میکنیم سرطان رو. وقتی بین استیج 1 تا 3 باشه، گول ما و هدف ما اینه که مریض رو در واقع کیور کنیم، یعنی سرطان از کانسر فری کنیم در واقع مریض رو. توی اون مرحله توصیه ما خیلی این هست که واقعا اگر شیمی درمانی لازمه، مریض شیمی درمانی رو انجام بده، به خاطر اینکه ما میخوایم مریض رو در واقع کیور کنیم و دیگه سرطان نداشته باشه و میتونه شیمی درمانی خیلی کمک کنه. توی استیج 4 کنه، شما وقتی استیج 4 یا دیگه کانسر پیشرفته دارید، وقتی هست که کانسرتون دیگه فقط توی اون ارگان نیست و خارج اون ارگان رفته. وقتی که استیج 4 یا ادوانس استیج دارین، دیگه ما نمیتونیم مریض رو کیور کنیم و درمانی که میکنیم در واقع درمانی هست که کانسر رو قابل کنترل نگه داریم. توی اونجا میشه یه ذره حالا لیبرال تر بود، درمانهای غیر شیمی درمانی به مریض داد، ولی بازم تو خیلی از انواع شیمی درمانی لازمه. اون گفتگوی بین مریض و پزشک خیلی مهمه اینجا.
اینکه هم پزشک توجه کنه که حالا مریض تو چه وضعیتی قرار داره، چون بعضی وقتا مریض بیماریای دیگه داره، سنش خیلی بالاست، مشکل دیگه داره که اصلا فکر می‌کنیم شیمی درمانی بهش بیشتر ضرر میزنه. توی اون مراحل دیگه توصیه نمیشه واقعا شیمی درمانی کرد. ولی مریضی که جوونه، مریضی که بیماری دیگه نداره، مشکلاتی دیگه نداره، خیلی وقتا خب شیمی درمانی بهشون کمک میکنه. نه سعی کنیم این باور رو یه ذره هم باید پزشکا الان خب یعنی کلا کاری که داره انجام میشه که عوارض داروی شیمی درمانی رو خیلی کمتر کرد تا مریضا بتونن بهتر تحمل کنن و اوپنتر باشن به این که درمان رو بگیرن. همین که مریضا از اون ور باید یکم سعی کنن ذهنشون رو بازتر کنن نسبت به اینکه شیمی درمانی بهشون میتونه کمک کنه و لزوما چیز بدی نیستش، چون خیلی فقط اون عوارضش رو میبینن و اون یعنی اون بنفیت و پایده‌ای که شیمی درمانی داره واسهشون رو خیلی واسهشون قابل درک نیستش. درسته. خانم دکتر چه توصیه‌ای به اطرافیان اون فرد بیمار دارید؟ چه نکاتی رو باید رعایت کنن؟ حالا هر نکته‌ای که فکر کنید نیازی که حتما اطرافیان اون فرد بیمارم به هر حال بدونن هم اگر لطف کنید ذکر کنید ممنون میشم. بله. کلاً که وجود اطرافیان و ساپورت خیلی مهم هست در درمان سرطان و خوشبختانه این چیزیه که ما توی ایران خیلی باش مشکل نداریم، چون ساپورت سیستم معمولا قویه. توی آمریکا یه مسئله خیلی بزرگیه، چون مریضی که نیاز به مثلا مخصوصا شیمی درمانی داره، خب واقعا ما باید مطمئن باشیم ساپورت سیستم داره تا اینکه ما تا زمانی که ما میخوایم درمانو بدیم. خب این که خیلی مهمه، یعنی نقش ساپورت سیستم کلا خیلی مهمه تو درمان سرطان. و توصیه‌ای که میشه کلا این که به مریض یعنی علائم مریض رو بتونن بهش آگاه باشن. یعنی اگه مریض علامت جدیدی پیدا میکنه، خودش اگه متوجه نیست، اطرافیان اینو گزارش بدن به دکتر. و اینکه سعی کنن تغذیه مریض خیلی مثلا بهش کمک کنن، چون چیزی که خیلی بهشون کمک میکنه به مریض این که تغذیه خوب داشته باشن، چون متاسفانه مریض سرطانی اون اشتهاشون رو از دست میدن. بعد که اشتها رو از دست میدن تغذیهشون کم میشه، بعد این یه که معیوب واسه مریض ایجاد میکنه، چون ضعیفتر میشه، اون ماسل مسش در واقع کمتر میشه یا اون توده عضلانیش و به تدریج مریض ضعیفتر میشه و دیگه به جایی میرسه که نمیتونه درمان رو تحمل کنه. واسه همین اگه بتونن به تغذیه مریض کمک کنن و اینکه یه فعالیت حالا نه خیلی شدید ولی یه فعالیت متعادلی داشته باشه، مریض رو تشویق کنن به این، خیلی کمک کننده هست. خیلی وقتا هم اطرافیان مریض بیشتر از خود مریض میترسن یا اصلا نمیذارن یه قسمتی از درمان انجام بشه، که خب اونم همونطور که ما به مریض میگیم به اطرافیانش هم میگیم که بس سعی کنن به پزشک اعتماد کنن تا درمان جلو بره. اگر کلا تو فیلد کنسر یا سرطان شما به پزشکتون اعتماد نکنین، واقعا جایی نمیشه رفت. یعنی اگر شما همطوری بخواید پزشک همش زیر سوال ببرید که چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد، پزشکم میترسه سری درمانایی رو به مریض بده و واقعا مریض خودشم ما اصلا اینو خیلی دیدیم که عوارض بیشتری پیدا میکنن کسایی که استرس بیشتری دارن یا کسایی که اعتماد نمیکنن. واسه همین شما باید از اون مسیرایی هست که شما باید اعتماد کنید به کسی که داره به شما کمک میکنه و این اعتمادی که اگه پزشک و همراهیانش داشته باشن خیلی کمک کننده خواهد بود. خب خانم دکتر حالا وارد ساید شما بشیم. چه توصیه‌ای برای همکارانتون دارید؟ حالا چه توصیه بیشتر، حالا توصیه علمی که یکم تایممون کمه به این جهت، ولی فکر می‌کنید چه نکاتی رو حالا باید همکارانتون در نظر داشته باشن که ممکنه برخی ازشون اینو در نظر نمیگیرن؟ درسته. توی سالهای پزشکی یا بعدش؟ خیر همین در واقع افرادی که در حوزه سرطان فعال هستن، پزشکانی که در حوزه سرطان فعال هستن. سرطان فعالیت دارم. کلاً یه چیزی که خیلی مهمه کلاً توی رشته پزشکی، حالا توی حوزه سرطان بیشتر، این که شما مریضتون رو جدا از سرطانش بشناسین. این که بدونید کلاً تو چه شرایطی داره زندگی میکنه، اون داینامیک خانوادهش رو بدونید، مشکلاتش چیه، اصلا چرا یه درمانی رو میخواد چرا یه درمانی رو نمیخواد.
خیلی از چیزا اصلا دیگه وارد، یعنی ربطی به پزشکیش نداره، ربط به خود اون فرد، به شخصیت اون فرد داره. واسه همین شناخت مریض و وقت گذاشتن باهاش خیلی کمک میکنه. و این همونجور که گفتم بهتون یه مسئله که ما همه پزشکا داریم که ما همیشه دچار زیغ وقت هستیم و این باعث میشه خیلی وقتا خیلی از مریضامون رو نشناسیم. ولی من چیزی که خودم دیدم این که وقتی تو با مریض وقت میگذرونی و میشناسیش، مریض اولا خیلی بیشتر به تو علائمش رو میگه، خیلی به تو بیشتر میگه الان چه مشکلی داره. همین که اگه یه درمانی رو بخواد یا نخواد بهت خیلی واضح‌تر میگه که چرا، دلیلش چیه. و خیلی وقتا اون مسائل خیلی قابل حله، خیلی راحت حل میشه. مثلا من بهتون بگم، من یه مریضی داشتم که سابقه افسردگی و دیپرشن داشت و کلاً که ذهنش این بود که من شیمی درمانی نمیخوام و این رو اصلا نمیشد عوض کرد. یعنی ما هر چی بهش میگفتیم میگفت نه من شیمی درمانی نمیخوام. و حالا سرطانی که داشت، حالا خوششانس نبود که سرطان گرفته، ولی خوششانس بود که یه سرطانی داشت که حالا ما یه درمان توی سرطان پستان ما یک مارکر داریم به اسم HER2 و واسهش یه درمان خاص وجود داره. و من بهش گفتم که من بهت شیمی درمانی نمیدم، یه داروی دیگه میدم بهت که تارگت تراپیه. یعنی در واقع ما میایم اون رسپتور یا اون تارگت رو هدف میگیریم بدون شیمی درمانی. گفت باشه و اون درمان رو گرفت. حالا قسمت شیمی درمانیش رو نگرفت، ولی با گرفتن همون قسمت درمان خب ما خیلی بهش کمک کردیم و خیلی کنسرش یعنی خیلی آهسته تر شد و تحت کنترل هست. یعنی این کسی بود که شاید 2 سال میرفتش دکترای مختلف و میگفت من شیمی درمانی نمیخوام، همه میگفتم باید شیمی درمانی بشی. بعد تا جایی که اومد و فقط ما با واقعا، یعنی من هیچ وقت به مریضم دروغ نمیگم، بهش گفتم ما شیمی درمانی نمیکنیم و شیمی درمانیش هم نکردیم، ولی یه درمانی که حالا کنار شیمی درمانی هست و اونم قسمتی از درمانش رو وقتی بهش گفتم تارگت تراپی قبول کرد. یعنی اینا خیلی گفتگو با مریض خیلی کمک کننده است توی حوزه سرطان و با خانوادهش. من توصیه دیگه که همیشه میکنم و اصلا معمولا خودم همیشه به مریضان میگم که وقتی که مریضی میاد که سرطان داره، تنها اگر میاد بهش میگم دفعه بعد حتما خانواده یا دوستات هم بگو بیان، چون کلا سرطان مراحل مختلف داره درمانش و تشخیصش خیلی میتونه هم اوورولمینگ باشه. مریض رو میتونه خیلی اصلا یه جایی میشه که مریض ممکن اصلا نشنوه ما کی میگیم بهش و خیلی قسمت ای که ما داریم باش گفتگو میکنیم اصلا متوجهش نباشه. وقتی که یه خانواده یا یه دوست در کنارش باشن، آدمای مختلف که بشنون، اون مسئله خیلی راحت تر حل میشه. واسه همین همیشه ما توصیه‌مون اینه که مریض حتما با خانواده باشه. یه چیز دیگه که توی ایران خیلی این باب بود زمانی که من بودم، اینجا که اصلا نمیشه، یعنی تو همیشه باید بگی، این که به خود مریض نمیگفتن سرطان داری. این خیلی اشتباهه. هر مریضی، هر آدمی به نظر من حق اینو داره که بدونه چه اتفاقی داره واسش میافته و وقتی شما این حق ازش میگیری در واقع هم به خودش ظلم میکنی، هم به اطرافیان هم ظلم میشه. این خیلی تو فرهنگ ما رایج هست که مریض نمیدونه چه مشکلی داره، در که تو آمریکا اصلا شما باید بگی به مریض. حالا به اطرافیانش اگه نخواد نمیگیم، ولی خود مریض باید بدونه و این چیزی است که نمیدونم دقیقاً منشه فرهنگیش چیه. میدونم که بیشتر واسه اینه که خب مریض قصه نخوره، مریض ناراحت نباشه، ولی اگه مریضی ندونه چه اتفاقی واسش داره میفته، اصلا اون نمیتونه به ما علائمش رو بگه، ما نمیدونه داره واسش چه اتفاق میفته و این خیلی بیماریش رو ممکنه وخیم‌تر کنه. اینم توصیه دیگه هست که من همیشه میکنم که بعد مریض بدونه چه مسئله داره واسش پیش میاد. دکتر من حدس میزنم در بین مخاطبین ما ممکنه افرادی باشن که مبتلا هستن در حال حاضر به بیماری سرطان. میشه رو به دوربین به شکل مستقیم یک صحبتی باشون داشته باشید؟ در رابطه با چه قسمتش؟ هر توصیه‌ای که فکر میکنید نیازه، چه به لحاظ درمانشون، چه به لحاظ حالا اینکه شرایط زندگیشون رو چطوری بخوان جلو ببرن، به هر حال هر توصیه‌ای که الان در ذهنتون وجود داره. درست.
من خب چیزی که میخوام به همه کسایی که درمان یعنی مبتلا به سرطان هستن بگم این که همه میدونیم که بیماری سختی هست، ولی این به معنی این نیست که ما از زندگی ناامید بشیم. شما باید به خودتون حق بدید که لحظه‌ای باشه تو زندگیتون که ناامید باشید، ناراحت باشید و سوال کنید که چرا من کانسر رو گرفتم. ولی از این طرف ما میخوایم که خوشبین باشید و اینکه به پزشکتون، به اطرافیانتون اعتماد کنید و درمان رو شروع کنید اگر بهتون توصیه میشه. به خودتون حق بدید در طول مسیر اگر اتفاقی واسهتون میفته خودتون رو سرزنش نکنید، چون خیلی وقتا ما میبینیم مریضای خودشون رو سرزنش میکنن و ناشناختای سرطان خیلی زیاده. خیلی وقتا ممکنه شما دلیلی که سرطان گرفتید یک چیزی که استفاده کردین یا یک کاری که نکردین نباشه و با سرزنش کردن خودتون فقط باعث میشه که در واقع درمانتون رو جلو نبرید. باید آدم دست از سرزنش کردن کلا توی درمان سرطان از سرزنش کردن خودش دست بکشه و با اعتماد کردن به پزشکش و حالا کار درمان سعی کنه درمان رو جلو ببره. و مسئله دیگه که بازم مطرح کردم دوباره مطرح میکنم، سرطان به معنی این نیست که شما هیچ امیدی نیست. خیلی از بیشتر سرطان ها در حال حاضر قابل درمان هستن و قابل کنترل هستن. حتی توی استیج های بالا یا استیج 4 هم ما تو خیلی از سرطان ها در حال حاضر درمانایی داریم که کانسر یا سرطان رو تحت کنترل نگه میداره و ما میخوایم که شما پزشکتون مراجعه کنید و اون درمان رو انجام بدید. واسه کسایی هم که سرطان ندارن ولی حالا در ریسکش هستن، همونجور که گفتم غربالگری ها خیلی مهم هستش. غربالگری برای ماموگرام، واسه کولونوسکوپی، پپسمیر و همینطور حالا اسکن سینه اگر سیگاری هستید بسیار مهم هست. خانم دکتر، حالا در زمینه درمان فکر می‌کنید چه پیشرفتایی داشته حوزه پزشکی؟ اصلا آیا پیشرفتی بوده یا نه صرفاً با همون متد قدیمی و با همون درمان‌های قدیمی داریم جلو میریم؟ و اینکه آیا اضافه شدن هوش مصنوعی کمکی کرده به شما در هم پیشگیری و هم غربالگری و هم درمان؟ خب حوزه سرطان که هر روز در حال پیشرفت است. الان کلا میزان بودجه‌ای که به ریسرچ تو زمین سرطان داده میشه بالاترین میزان ریسرچ هست. توی مقاله های اصلی هم که توی آمریکا منتشر میشن تقریبا نصف مقاله ها اختصاص داره کلا به حوزه سرطان. واسه همین حوزه خیلی در حال پیشرفته. یعنی ما هم که توی این رشته هستیم از یک کنفرانس به کنفرانس بعد کلی آپدیت جدید، کلی اتفاقات جدید میافته. واسه همین خیلی امید خیلی توش زیاد هست و ما همیشه این خیلی خوشحالمون میکنه که همیشه داره سری درمانهای جدید اتفاق میافته. به صورت کلی الان بهتون بگم اتفاقایی که جدید نیست ولی نسبتاً نوین هستش توی علم سرطان شناسی. یکیش که کلا پدیده ایمونوتراپی هست. ما کلا همیشه سرطان رو با شیمی درمانی میشناسیم، یعنی فکر می‌کنیم که فقط شیمی درمانی درمان سرطان هست. شیمی درمانی کاری که میکنه این هستش که میره و در واقع اون سلول سرطانی رو میکشه. ولی الان پدیده دیگه ای اومده، یکیش که خب ایمونوتراپی هستش. ایمونوتراپی در واقع میاد سیستم ایمنی خود بدن رو قوی میکنه تا بره با سرطان بجنگه در واقع. و ما تو خیلی از سرطان ها نقش ایمونوتراپی رو میدونیم، تو بعضی بیشتر تو بعضی کمتر، ولی در کل تو بیشتر سرطان ها میدونیم که ایمونوتراپی یک قسمت درمان هست که خب عوارضش نسبت به شیمی درمانی خیلی کمتره و خیلی از مریضا بهتر تحملش میکنن. این یه چیزی است که خب الان چند ساله که روش خیلی گفتگو میشه. هر روز هم ما یک دلیل جدید مثلا توی سرطان جدید تو سرطان بیشتری میبینیم نقشش رو. پدیده دیگه که خیلی کلا روش صحبت میشه در حال حاضر این هست که ما فهمیدیم که توی هر سری از سرطان‌ها یه سری ژن‌های نقش دارن و داره حالا هر روز این ژن‌های مختلف بیشتری رو ما کشف می‌کنیم و داره داروهای علیه اون ژن‌ها ساخته میشه. در واقع اینا یه جورایی میشه گفت تارگت تراپی هستن،
یعنی ما یک میوتیشن یا یک ژنی که عامل سرطان هست رو پیدا میکنیم و بعد حالا در علیه اون دارو میسازیم. توی رشته های مختلف، توی سرطان های مختلف الان ما انواع دارو داریم، هر روز هم داره اینا بیشتر میشن و خب اینا عوارضشون معمولا کمتره. خیلیاشون به فرم خوراکی هستن، یعنی خیلی از این داروها دیگه مریض لازم نیست اصلا بیاد مثلا کیموتراپی، یعنی بیاد توی مرکز و درمان رو بگیره و بعضیشون نتایج خیلی خوبی داشتن. واسه همین اینم یکی از ادوانسمنت های دیگه‌ای که کلا توی علم سرطان داره روش خیلی تمرکز میشه، تارگت تراپی. توی یه سری از درمان ها هم حالا توی یه سری از بیماری ها مثل بیماری های خونی، بیشتر سرطان های خونی، یه سری در گذشته خب پیوند مغز و استخوان خیلی مطرح بود، هنوز هم خیلی مطرحه، یعنی ما هنوز نقش پیوند مغز و استخوان رو میتونیم. حالا یه سری درمان های نوین تر از اون مثل کارتی تراپی در واقع مطرح هستش و نقشش رو میدونیم. بیشترشون توی مرحله دومه، یعنی وقتی به مغز و استخوان جواب نمیدن، ولی خیلی‌هاش هم قبل از اونم قابل انجام هست. اینا خیلی روش داره در واقع تمرکز هست. توی زمینه تشخیصش هم در واقع پیدا کردن این ژن ها داره واسهش هی تستای مختلفی میاد که حالا خیلی‌هاشو میشه به صورت تستای مثلا خونی انجام داد، دیگه لازم نیست بایوپسی انجام بشه، یه نمونه برداری انجام بشه و خب اینا خیلی هر روز داره بیشتر میشه. توی زمینه هوش مصنوعی یا AI که خب قطعا داره کل دنیا رو میگیره، توی زمینه علم پزشکی هم همینطور و داره هر روز خب بیشتر میشه نقشش. چیزی که الان در حال حاضر ما خب خیلی ازش استفاده میکنیم این هست که ما خیلی مقاله های زیادی داره چاپ میشه کلا تو علم سرطان شناسی و در واقع کیپ اپ کردن و آپدیت بودن با اینا خیلی سخته. کاری که خیلی هوش مصنوعی به ما کمک میکنه این که اینو واسه ما دسته‌بندی میکنه. یعنی ما الان خیلی از اوپن اویدنس در واقع که یکی از اپایی هستش که استفاده میکنیم توی سرطان شناسی، که حالا مثلا من یه سوالی دارم مطرح میکنم، اون همه مقالات مرتبط با اون رو واسه من طبقه بندی میکنه و به من میگه. بیشتر در واقع جمع کردن دیتا ها هستش. ولی خب میدونیم که خیلی توی زمینه تشخیص، یعنی در تشخیص ایمیجا، یعنی تصویرهامون، اسکنامون، پت اسکن، MRI، یعنی در واقع تو تصویر برداری خب داره خیلی هوش مصنوعی دقیق عمل میکنه و ما خیلی وقتا هیچ وقت جای پزشکا رو نمیگیره واقعا، ولی توی جاهایی که یکم سوال هست یا مثلا پزشک دقیق مطمئن نیست، حالا میتونه اون کمک کننده باشه که به ما تشخیص قطعی تری بده. و همینطور یه جای دیگه که خیلی الان نقشش رو داریم صحبت میکنیم، کلا ما تو تشخیص سرطان باید نمونه داشته باشیم یا بایوپسی داشته باشیم. بعد خیلی رنگامیزی مختلف انجام میشه که حالا اون رو تشخیص بدیم بیماری و کنسر رو. توی این نمونه برداری ها و که تشخیص اون بایوپسی هم AI خیلی کمک کنند. از الان خیلی در واقع مقالات زیادی اومده که تو بعضی جاها میتونه خب به پاتولوژیستامون یا متخصصای مثلا نمونه برداریمون کمک کنه. به طور کلی که AI قطعا کمک کننده خواهد بود. بیشتر مسئله سر اینه که تا چه حد اعتماد کرد. و چیزی که میدونیم اینه که الان نمیتونیم بسپاریم به AI همه چیز رو، یعنی باید حتما پزشک نگاه کنه مطمئن باشه که درست میگه AI، ولی حتما به عنوان یک مکمل خوبی هستش و میتونه کمک کننده باشه. بله. خانم دکتر، نقش امید و به اصطلاح همون حفظ روحیه رو شما چقدر میبینید؟ چون یک باوری وجود داره در باور عام که میگن فلان فرد در مثلا با یک گرید خیلی بالایی از حالا هر کنسری، حالا هر سرطانی، در واقع با حفظ روحیه، با حالا هر شکلی که بود به لحاظ روحی خودش رو سعی کرد تقویت کنه و امیدوار بمونه و سعی در واقع اون بیماری رو شکست داد. آیا به نظر شما در این حد تاثیر بزرگی داره؟
یا اینکه صرفا فکر کنید اون اثر منفیشه که بیشتره؟ یعنی اگر فردی بخواد خیلی خودش رو مضطرب کنه این شکنندگی بیشتر میشه. درسته. کلا که امید داشتن چیز خوبیه، یعنی شما به زندگی نگاه مثبت داشته باشید بهتون کمک میکنه توی زندگی. اینکه امید دارید که من میتونم با این سرطان مواجه بشم و شکستش بشم و حالا برم درمان رو انجام بدم. ولی اینکه صرفا امید داشته باشید ولی هیچ کار نکنید، خب این که اصلا نتیجه نداره. یعنی شما با حتما برید و یه کاری رو انجام بدید، نه اینکه فقط صرفا امید داشته باشید که این خودش خوب میشه. چون ما مریضی داریم که میگن من هیچی نمیخوام، فقط میخوام ببینم معجزه میشه یا نه. خب معجزه رو من خیلی شخصا بهش تنهایی اعتقاد ندارم. اعتقاد به این دارم که باید یه درمانی انجام بشه. حالا اگه شما امید داشته باشید، نگاه مثبت داشته باشید به زندگی، درمانتون بهتر پیش خواهد رفت. ولی اینکه لزوما هیچ کار نکنید و فقط امید داشته باشید، تو من شخصا فکر نمی کنم به جایی برسه واقعا درمان. و اینکه خب استراب یعنی عدم امید داشتن، درسته. من اینکه یه نفر کلا امید نداشته باشه و کلا منفی ببینه همه چیزو و کلا هیچی نخواد، خب درمانی نگیره، قطعا روش تاثیر منفی خواهد داشت. ولی ما مریضی داریم که مثلا خیلی خودشون منفی دیدن همه چیزو، ولی درمان رو گرفتن و حالا خوب شدن و خب خودشون هم تعجب کردن، سورپرایز شدن. به هر حال نگاه مثبت داشتن به اون مثلا درمانت کمک میکنه بهت که درمان رو جلو ببری، در واقع قطعش نکنی. ولی باید همیشه امید و توکل همراه با یک حرکتی هم باشه، هم از پزشک و مریض. بله. خانم دکتر، همونطور که حالا ما الان تا به اینجای کار صحبت کردیم، به لطف آگاهی رسانی و حالا پیشرفت علم، خب هم این بیماری سرطانی یه جوری قابل پیشگیری شده، همین که میتونه اگر بیماری مبتلا میشه میتونه سریعتر به این قضیه آگاه بشه و درمانش رو زودتر شروع کنه و در واقع درمان بهتری داشته باشه و تضمین بیشتری داشته باشه اون طول درمانش. اما باید بپذیریم خب بخشی از این درمان هم ممکنه اگر خیلی دیر بیمار اقدام کنه یا اینکه همونطور که اشاره کردیم ممکنه نخواد روند درمانش رو تکمیل کنه، به مرگ در واقع ختم بشه. درسته؟ شما بعد از حالا گذشته چند سال آیا مرگ یک بیمار براتون عادی شده؟ یعنی با این قضیه کنار اومدید؟ چون من خودم حالا من دانشجو هم مثلا ازم میپرسن میگن تو خون میبینی چه حسی داری؟ میگم خب خون مثلا چطوری یه نفر روغن میبینه؟ برای منم همون شده. اگر مثلا میریم در واقع کلاس تشریح، برای من همونقدر عادی شده. ولی خب من هنوز با اون قضیه روبرو نشدم که یک بیماری داشته باشم، تلاش بکنیم برای درمانش ولی خب درمان پاسخ نده و اون بیمار از بین ما بره. شما که حالا ممکنه تجربهش رو داشته باشید، احتمال خیلی زیاد، اون قضیه رو چطور می‌بینید؟ آیا براتون عادی شده مثل همون خونیه که من عرض می‌کنم؟ آیا اون قضیه هم براتون عادی شده، باش کنار میاد یا نه هنوز؟ درسته. کلا که خب تو پزشکی شما دارید هر روز با مرگ و زندگی جدال میکنید. یعنی یه چیزی هستش که واقعا فقط هم به رشته من ربطی نداره، شما هر روز دارید اینو میبینید و واسه من واقعا به نظر من این جمله درست نیست که بگیم عادی شده. فقط چون مواجه هم بیشتر شده میتونیم بپذیریمش. من خودم یادمه مثلا اولین مریضی رو که دیدم مثلا فوت کردش، خیلی خوب واسه من سخت بود. ولی الان میتونم بپذیرم، هنوز الان به این یعنی گنجایشم شاید بیشتر شده، تحملم بیشتر شده که میتونم قبول کنم که این آدم دیگه نیست. ولی اینکه عادی شده، واسه به نظر من هیچ وقت مرگ عادی نیست و ما همه یعنی تلاش میکنیم که خب واقعا مریض نرسه به اون مرحله. ولی خب این هم یه حقیقت از زندگی، حقیقت و واقعیتی که ما باید قبولش کنیم. ولی خب واقعا مریضایی که خب خیلی از بیمارای ما هستن که بیماری زیادی دارن، یعنی خیلی وقتا کنسرشون عامل بیماریشون نیست، یعنی مریض خیلی بیماری مختلف داره، حالا دیگه کنسر هم میگیره و خب به مرگ منتهی میشه.
ولی مریضایی که خب خیلی مخصوصا خب کسایی که جوانترن یا کسایی که بیماری دیگه ندارن و اونا یا مثلا بیماریایی دارن که خیلی جواب نمیگیرن، خب سخته واقعا. یعنی رشته آسونی از این جهت نیست. مخصوصا من خودم زمانی که حالا فلو بودم سخت بود، ولی وقتی حالا اون مریض شد دیگه مریض خودم، مریضایی که حالا واقعا نمیشد کاری کرد واسهشون، واقعا سخت بود. یعنی من روزایی بوده که واقعا شبا نتونستم بخوابم یا از خواب بیدار شدم به خاطر مریضام و چند روز مثلا واقعا تو فکر یه مریض بودم، چون دیگه یه جورایی دوستت میشن، یه جورایی این آدم‌های میشن بخشی از زندگی تو و مخصوصا که معمولا مسیر درمانم طولانی هست. این نیست که یه بار دوبار من مریض رو ببینم، دارم مثلا شاید 1 سال مریض رو میبینم. واسه همین خیلی سخته اون، یعنی آسون نیست. ولی خب باید آدم سعی کنه اون تحمل و گنجش خودش رو در واقع بالا ببره تا با این پدیده کنار بیاد. بله درسته. پس یعنی این قضیه هیچ موقع عادی نمیشه برای پزشک و صرفا باید سعی کنه یک تریکی پیدا کنه که بگذره از این قضیه. شاید آره عادی، خب من واقعا عادی که نمیشه نیست، واقعا فقط باید نبوده انسان. آدم، یعنی یه جایی بعد ما خیلی وقتا ما مریضایی داریم که میدونیم درمان کردنش بیشتر بهش آسیب میزنه تا بخواد بهش کمک کنه و خیلی وقتا خودمون اصلا به مریض بگیم که بهتره که درمان نگیری، الان تو مرحله نیستی که اصلا درمان دیگه به تو کمکی کنه و خودمون بهش، یعنی باید، من چیزی که خودم فکر میکنم این که خیلی وقتا مرگ واسه خیلی از انسان‌ها مایه آرامشه. یعنی تو بعد این رو سعی کنی خودت قبول کنی و من سعی میکنم به مریضامم بگم که الان دیگه شاید زندگی کردن واسه تو سخت‌تر هست از مردن یا فوت کردن و اگه این رو به نظر من بتونی قبول کنی که خیلی از آدما با اون به آرامش میرسن، شاید تحملش آسان تر باشه. بله خانم دکتر، حالا این یک بخشی بود از سختی حالا رشته پزشکی و ما میدونیم این رشته فشار بسیار زیادی رو میاره به پزشک، حالا چه در دوران تحصیل چه بعد از تحصیلات و در حوزه کاری. شما چه عواملی باعث شدن که شما حالا در این مسیر بمونید و در واقع تسلیم نشید در برابر سختی‌ها؟ کلا چیزی که واسه من خیلی، همونطوری که گفتم، اون رضایتی که آدم میگیره به صورت مستقیم از اینکه یه نفر رو مستقیم میبینی حالش خوب شد. حالا ما هم کلا وسیله این نیست که حالا من خودم این دارو رو اختراع یعنی کشف کرده باشم و حالا یه مریضی به چیز رسیده باشه، مثلا خوب شده باشه. اینو میدونیم که به هر حال هزاران هزار آدم با هم دیگه، یعنی به هم کمک کردن تا یه چیزی کشف شده و مثلا یه کنسر یا هر بیماری داره درمان میشه. یعنی من اون آدم نیستم که لزوما دارم به این آدم رو درمان میکنم، ولی به هر حال من وسیله مستقیمم و این خیلی وقتا به اون حس رضایتی که به آدم میده واقعا کمک کنه. یعنی خیلی بهت حس با معنی بودن میده، چون خیلی وقتا آدم خیلی کارا رو میکنه تو زندگی، میگه خب مثلا واسه چی این کارو کردم، ولی این یه جورایی اون یه معنا میده در واقع به زندگی و این یه چیزی بود که خیلی به من کمک کرد. کلا هم رشته پزشکی رشته خیلی چند جنبه‌ایه، یعنی شما از هر چیزی رو دوست داشته باشین میتونید تو این رشته پیدا کنید. به نظر من مثلا شما اگه خیلی آدمی باشید که تدریس کردن رو دوست داشته باشید، یه معلم خوب باشید، میتونید تو این رشته خیلی کمک کنید، میتونید یه معلم خیلی خوب باشید. اگه ریسرچ کردن رو دوست داشته باشین، کار توی آزمایشگاه رو دوست داشته باشین، میخواین علم رو جابجا کنید، خب توی پزشکی میتونید این کار رو بکنید. اگر اون ارتباط مستقیم رو دوست دارید میتونید این کار بکنید. اگه مدیریت دوست دارین میتونید تو زمینه مدیریت مثلا پزشکی وارد بشید. واسه همین به نظر من شما اگه توی هر جنبه دیگه هم توانایی داشته باشید یا علاقه داشته باشین، رشته پزشکی خیلی بستر آماده‌ای داره و میتونید تو جنبه‌های مختلف به شما کمک کنه و اون نیازی که شما دارید رو برطرف کنه. واسه همین منم همیشه این راهه واسم باز بود، همیشه خیلی آینده پزشکی روشن میدیدم و واسه همین خیلی بهم کمک کرد که وارد بشم و همینجوری ادامهش بدم.